بافت چینی. برای بافت چینی مو رو میبندیم، به دو قسمت مساوی تقسیم میکنیم. یک لایه نازک از این ور میگیریم، یک لایه نازک هم از این ور میگیریم. وسطی از همه کوچیک‌تره ولی این دوتا هم اندازه هم. شروع میکنیم یه حلقه کوچیک ایجاد میکنیم، دستمون میره اونتر. این مو رو دور میز مو میپیچیم و از داخل این حلقه رد میکنیم و میکشیم و اینجا دوباره یک ذره مو اضافه میکنیم، دوباره حلقه ایجاد میکنیم، این مو داخلش رد میشه و کشیده میشه. نه به طوری که مشتریمون دردش بگیره باشه، فقط برای تثبیت و زفتی اون. خب دوباره یه لایه مو اینجا برمیداریم، اضافه میکنیم به این و یه بافت حلقه ایجاد شده، مو داخلش رد میشه و کشیده میشه. همین صورت یک لایه دیگه مو برمیداریم، حلقه ایجاد میکنیم، لایه مو رو داخلش رد میکنیم به این شکل. همین رو تا پایین ادامه میدیم. تا ادامه دادیم و کش بستیم و به این میگیم بافت چینی.